سلام، مدیر کانال مانیتاپ هستم. با آموزش ایردراپ خفن دیگه در خدمتتون هستم. اسم این ایردراپ بوم هست که از آدرسی که زیر ویدیو یا کانال تلگرامی مانیتاپ براتون قرار دادم وارد ربات بوم کوین میشین. خب چجوری وارد بشین؟ ابتدا میایین وارد کانال مانیتاپ میشین، سرچ رو میزنید، کلمه بوم رو سرچ کنید. خب اینم پستی که براتون قرار دادیم، روی لینکش کلیک میکنید، وارد قسمت کوین میشین. همونطور که میبینید روز اول هست، پاداشش 10,000 بوم هست. روی کلایم کلیک میکنید، یه سری تسک رو به همون نشون میده، میگه خیلی سریع فراگ فارم رو برید جوین بشید، 200,000 بهتون بوم میده. بعد میگه که روی دکمه کلایم کلیک کنید، 10,000 بوم اینجا بهتون میده. حالا وارد صفحه بوم که میشیم، از همون بالا سمت چپ شروع میکنیم که موجودی فعلی رو به همون نشون میده. 611 کا موجودی هست سمت چپ اینجا، 611 کا موجودی رو نشون میده. بعد اینجا مقدار تون کوین رو نشون میده که چقدر استخراج کردیم و سمت راست یک کیف پول مشخص کرده. این کیف پول میگه که چجوری به ولت رو بهش متصل کنیم. روی لینک ولت کلیک میکنیم تا کیف پول رو بهش متصل کنیم. کیف پولتون کیپر رو انتخاب میکنیم، یکی از کیف پولا رو انتخاب میکنیم، تایید میشه. خب همونطور که میبینید تو این قسمت کیف پول ما متصل شده. صفحه اصلی دوباره برمیگردیم، اینجا رو من کلیک میکنیم. قسمت بعدی سمت راست قسمت زبان هست، روی اون کلیک کنیم میبینید زبانهای مختلفی مثل عربی، انگلیسی، اسپانیایی، فارسی و زبانهای دیگه وجود داره. میتونیم زبان فارسی رو انتخاب کنیم و ادامه بدیم آموزشمون رو یا نه. برای اینکه با نرم افزارهای دیگه بتونید آشناتر بشید همون زبان انگلیسی رو بذارید. پایین سکه سمت چپ روی دکمه آپگرید کلیک میکنیم. خب یه سری کارت هست اینجا که هر کدوم از این کارت ها سرعت استخراج سکه ها رو افزایش میده. مثلا کارت اول سمت چپ به صورت عادی همون اول فعاله و با سرعت 1x کار میکنه. کارت بعدی که گفته با سرعت 2x کار میکنه، منتها برای اینکه بتونیم این کارت رو فعال کنیم گفته 3 تا دوست جدید باید معرفی کنید و حداقل 1,000,000 بوم داشته باشید یا همون سکه‌ای که استخراج کردید، یا یک کار دیگه بکنید 49 تا استارز رو پرداخت کنید تا بتونید این قسمت این کارت رو خریداری کنید و بتونید این حالت 2x رو فعال کنید. کارت های بعدیش هم به همین صورت هست، گفته 3x رو میخواید فعال کنید، با سرعت 3x استخراج میکنه هر 3 ساعت. 5 تا دوست رو توی کارت سوم گفته 5 تا دوست رو معرفی کن، 5,000,000 هم از شما از استخراج شده های شما، از سکه هایی که استخراج شده از شما دریافت میکنه تا بتونید این رو خریداری کنید. یا اینکه کارت چهارم با سرعت 4x استخراج میکنه هر 3 ساعت، 8 تا دوست میخواد و 15,000,000 بوم کوین باید داشته باشید تو حسابتون تا بتونید از این استفاده کنید. حداقل نیاز هر کدوم از این کارت ها هم اینه که حداقل
کارت قبلی رو خرید کرده باشید یا استفاده کرده باشید. کارت 5x هم که آخرین کارت هست فعلا، هر 3 ساعت 5x با سرعت 5x استخراج میکنه. 12 تا دوست باید داشته باشید، 12 تا دوست جدید و 50 میلیون بوم کوین باید داشته باشید تا بتونید از کارت آخر استفاده کنید و آپگریدش کنید. خب برمیگردیم صفحه اول. اینجا دکمه استارت هست. برای شروع استخراج از دکمه استارت استفاده میکنیم، روی اون کلیک میکنیم. هر 3 ساعت مقداری از بوم کوین رو برامون استخراج میکنه. خب قسمت بعدی تاسک ها یا وظایف هست. همونطور که البته قبل از اینکه وارد قسمت تاسک ها بشیم اینجا توضیح بدم. ما موقعی که آپگرید میکنیم اینجا ببینید با سرعت 1x هر 3 ساعت با سرعت 1x الان در حال استخراج هست. وقتی که آپگرید بکنیم و قسمت بعدی رو بخریم سرعت این افزایش پیدا میکنه و 3 تا اضافه میشه. تو قسمت تاسک میریم یا وظایف. اینجا یه سری وظایف رو اینجا معرفی کرده. با انجام هر کدوم از این وظایف که کمترینش حداقل 100,000 بوم کوین هست به همون پاداش میده. مثلا پلی فراگ فارم رو که اینجا میبینید من انجام دادم. کلایمش رو که بزنم 200,000 نگاه کنید 611k بود 811k شد. 200,000 بوم کوین اضافه شد. حالا یه تاسک دیگه هم انجام میدم. نوشته earn boom tokens for free. همین کافی استارت رو بزنیم، کلایم رو بزنیم. 200,000 تا رایگان هستن. 800 بود شد 1 میلیون اضافه شد. بعد گفته پلی برد بازی برد هست، میرید وارد میشید. یک ایردراپ دیگه هست معرفی میکنه، استارتش میکنید. همین نیازم نیست برید وارد بشید، دکمه کلایم رو میزنید. یکی از گزینه‌های دیگه واچ ادز هست یا تماشای تبلیغات هست. این اگه همه اینها رو انجام بدید این واچ ادز همیشه هست و بهتون تبلیغات میده و 100,000 بوم کوین به ازای تبلیغات هایی که میبینید رو اینجا به شما پرداخت میکنه. خب باید صبر کنید تا تبلیغات تموم بشه. خب تبلیغاتش تموم شد، برگشت به صفحه. روی کلایم کلیک میکنید. این تاسک ها روزانه هست، هر روز مقداری از این تاسک ها رو بهتون میده. مثلا همین پیکوس روش کلیک میکنید، وارد کانالش میشین. اینجا کلایمش رو میزنیم. بعد از این که تاسکش رو انجام دادیم میبینید که اینجا تاسک ها بعد از انجام دادن به سکه هامون اضافه میشه. دیگه کلا تاسک ها به همین صورت هست. مثلا بعضی از تاسک ها اینجا قسمتی داره 2x. روی 2x که بزنید علامت تبلیغات داره، تبلیغاتش رو نگاه میکنید. 2 برابر اون چیزی که گفته بهتون میده. اگه 100,000 بوم قراره بده اینجا که 2x زده 200,000 میده. اگه 200,000 گفته 400,000. خب قسمت بعدی معرفی برنامه یا پروژه به دوستان هست. روی قسمت فرنز یا دوستان کلیک میکنیم. اینجا یه راهنما داره، گفته به ازای هر نفر که دعوت کنید اگه کاربر معمولی تلگرام باشه. این قسمت اول توضیح داده، گفته اگه کاربر معمولی تلگرام باشه به ازای هر کاربر به شما 201 تون کوین ممیز 201 تون کوین و 15,000 پاداش به شما میده و برای اون کسی که از لینک شما وارد شده 50,000 بوم کوین پاداش میده.
15,000 تا برای شما و 50,000 تا برای دوستتون که از لینک شما وارد میشه و همچنین ممیز 201 تون کوین به ازای هر نفر که وارد میشه با تلگرام معمولی. اما قسمت دوم گفته که هر کی وارد میشه از لینک شما و تلگرام پریمیوم داشته باشه ممیز 202 تون کوین به شما پاداش میده و همچنین 50,000 بوم کوین هم به شما و به دوست شما پاداش خواهد داد. علاوه بر 50,000 بوم کوین 202 تون کوین هم به دوست شما پاداش خواهد داد. فقط این در صورتی است که اکانت دوستتون پریمیوم باشه. خب اینجا تو پرایز فوند یک دکمه رول هست. اینجا به شما یک جدولی داده. اینجا توضیح داده به ازای هر 10 نفر که معرفی کنین، گفته در این قسمت گفته به ازای هر 10 نفر که معرفی کنین درآمد شما به 203 تون افزایش پیدا میکنه. یعنی از نفر دهم که دعوت کردین طبق لیستی زیر بهتون پاداش میده. از نفر اول تا دهم شما 201 تون کوین دریافت میکنید. از نفر 11 تا نفر 20 شما به ازای هر نفر 2012 تون دریافت میکنید. به همین صورت این روند از 21 تا 30 2014 تون و تا آخر که در نهایت میرسه به 101. اگه 101 نفر رو دعوت کنید به ازای هر نفر 203 تون دریافت میکنید. 100 نفر رو حساب بکنید 203 تون از نفر 101 به بالا هرچی بیشتر حساب کنید دیگه تا اونجا که میرسی درآمد خیلی بالایی رو خواهید داشت. و این اولین پروژه‌ای هست که به این صورت پرداخت داره و پولش نقد هست به اصطلاح و میتونید درآمد خوبی از این پروژه داشته باشید. برمیگردیم اینجا یه دکمه هست. با زدن این دکمه لینک ریفرال گیری یا معرفی به دوستان کپی میشه و این لینک رو برای دوستتون میفرستید یا دکمه اینوایت فرند رو میزنید و برای دوستتون میفرستید به این صورت. اما بخش بعدی که مهمترین بخش هست و خیلی مهمه بخش اینکام هست و قسمت اینوستمنت یا سرمایه گذاری هست. خب کارش به این صورت هست که شما این قسمت بالا رو که نوشته گو روش کلیک میکنید و وارد میشین. روی استارت اینوستینگ یا شروع سرمایه گذاری کلیک میکنین. اینجا یه سری کارت داده و گفته با خرید این کارت ها شما میتونید به صورت روزانه پاداش بگیرید و اون موجودی رو که استخراج کردین مثلا 5 میلیون یا 1 میلیون سکه استخراج کردین تو صفحه اصلی میایین و اینجا تو این قسمت به اصطلاح استیک میکنین تا چند روز و البته اینجا گفته سرمایه گذاری که فرق نمیکنه، اصلش همون استیک کردن و نگه داشتن موجودی شما تا چند روز معین هست. خب حالا اینجا کارت های پریمیوم یا حرفه‌ای داریم و ریگولار یا معمولی. البته شخصا پیشنهاد خرید کارت های حرفه‌ای رو نمیدم، این دیگه بستگی به خودتون داره، چون در ازای خرید این کارت ها توکن استار تلگرام رو باید پرداخت کنید که توی آموزش جداگانه نحوه خرید استارز تلگرام رو که از طریق سایت فرگمنت هست قرار میدیم به زودی. خب کارت های حرفه‌ای مشخصا فعلا نمیشه ازشون استفاده کرد از 15 ساعت که 550% سود میده و باید 749 استار پرداخت کنید تا این کارت رو بخرید. کارت بعدی به ازای 2 روز 300% سود میده و 349 استار باید پرداخت کنید تا این کارت رو بخرید و
کارت اوراکل نت هست، در طی 7 روز 550% بهتون سود میده. با 99 استار باید اون رو خرید بکنید اگه میخواین. و کارت آخر هم کارت پلاتینیوم هست که طی 3 روز 200% سود میده ولی 49 استار قیمتش هست. خب کارت های معمولی یا رگولار اینوستمنت، اینها سرمایه گذاری های معمولی هست. به صورت پیشفرض کارت اول فعاله، میتونید با زدن دکمه اینوست سابنت پرو رو انتخاب کنید و یه نوار لغزان اینجا داره، میگه چه مقدار از موجودیتون رو اینجا مشخص کرده. بله اینجا مثلا کل موجودی بوم کوین شما 1 میلیون مثلا خورده یا 2 میلیون 5 میلیون هر مقداری که دارید با این نوار لغزان انتخاب میکنید چه مقدار از این بوم کوین شما سرمایه گذاری بشه. مثلا من 100% رو انتخاب میکنم، نکست رو میزنم. حالا اینجا دوتا گزینه داریم، بعد هم میگه شما در ازای 1 میلیون 1,400,000 بوم کوین که سرمایه گذاری میکنید اینجا سودش میشه 28,224 طی 12 ساعت بوم کوین. و اگه دکمه اینوست رو بزنید سرمایه گذاری انجام میشه طی 12 ساعت به مبلغ 1.4 میلیون 2% سود به شما داده میشه. باید صبر کنید تا 12 ساعت دیگه که این نوار تا آخر پر میشه و اینوستمنت انجام میشه، سرمایه گذاری پایان میپذیره و میتونید بیاد اینجا با زدن یه دکمه کل مبلغ رو با سودش دریافت کنید و صفحه اصلی اینجا میاد. الان من چون سرمایه گذاری رو انجام دادم الان موجودیم 0 شده. خب میریم دوباره به همون قسمت سرمایه گذاری، دوباره استارت اینوست رو میزنیم. کارت های دیگه هم به همین صورت هست. کارت بعدی با دیدن 2 تا تبلیغات نگاه کنید روی علامت از 0.2 زده، یعنی 2 تا تبلیغات داره که شما هنوز هیچ کدوم رو ندیدید. 2 تا تبلیغات رو که نگاه کنید گفته طی 24 ساعت میتونید 5% سود دریافت کنید در صورت اینوست کردن این یکی کارت بعدی 4 تا تبلیغات میبینید طی 12 ساعت 8% سود میده. کارت بعدی همونطور که میبینید طی 6 ساعت 15%، بعد 8 تا تبلیغات ببینید. کارت دیگه که اینجا معرفی کرده گفته طی 3 روز 18%. بهترین کارتی که تا حالا معرفی کرده این هست. میگم بهترین کارت به خاطر اینکه حداقل 2 نفر ریفرال میخواد. شما میتونید از نزدیکترین افرادی که دور بر خودتون هست لینک رو براشون بفرستید، یا گوشی هایی که دور براتون هست حداقل 2 تا گوشی که دور براتون پیدا میشه 2 تا لینک رو براشون بفرستید، همونجا وارد برنامه بشید، یه بار استارت بکنید، بذارید یه بار کامل به اصطلاح استخراج انجام بشه، چون در ازای کاربر غیر فعال بهتون چیزی نمیده. حتما باید کاربر فعال بشه، حداقل یه بار استارت رو زده باشه تا که اون توکن تون کوین رو هم به شما پرداخت کنه، پاداش تون کوین رو دریافت کنید. و اینجا حداقل 2 تا دوست میخواد که در طول 3 روز 18% به شما سود بده. اگه میتونید دوستای بیشتری جذب کنید کارت بعدی در طول 5 روز 35% سود میده و کارت دیگه هم طی 7 روز 52% سود میده و 8 تا دوست میخواد. اینا کارت های رایگانش هست که نیاز به چیز خاصی نداره، فقط کافیه دوستاتون رو دعوت کنید و به صورت روزانه
مقدار بومی که استخراج کردین از اینجا استخراج شده میتونید سرمایه گذاری کنید تا چندین برابر بشه. یه توضیح بدم که طبق رولی که اونجا تعریف کردیم، دوستانی که شما اینجا معرفی میکنید تو این لیست قرار میگیره و به ازای هر دوستی که معرفی میکنید اینجا اگه دوست فعال باشه و کار کنه بهتون پاداش تون کوینش رو خواهد داد و در نهایت میتونید با زدن دکمه کش آوت تون کوین رو به حساب تون کیپر خودتون انتقال بدین. تمام دیگه، کل پروژه بوم کوین همین بود. کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک هم یادتون نره. تا آموزش بعدی پرسود و پردرآمد باشید. امیدوارم که موفق باشید.